خب حتما دوستان گشنتون شده و منم گشنم شد نگام که بهتون افتاد و یه املتی امروز میخوام درست کنیم. شو عجب تخم مرغ. خوددارم افتاد. 3 عدد گوجه درجه اول. تو که میدونی من املت دوست ندارم، چرا من اینجا آوردی؟ و به این صورت اینا رو میچلونیم یه خود آرومتر که رو سر و صورتتون نپاچه و همچنین انقدر روش ادویه بپاشین که غذا بو نده. ما این غذا رو دوست ندارم، خودت بخور، اینجا غذاییه. منم همینطور، هر کاری تو بکنی منم میکنم، تو که غذا نخوری منم غذا نمیخورم. و همچین میزنید که زردش و سفیدش جداشن و همچین که یه ذره سفت شدش غذامون آماده است.